تهدید تروریستی واقعی است، ولی ما بر آن غلبه خواهیم کرد. موفقیت ما به اظهارات تند یا رها کردن ارزش‌ها و ترسیدن وابسته نیست. اتفاقاً این همان چیزی است که گروه دولت اسلامی به آن امید بسته است. در عوض ما با قوی بودن، هوشمندی و تلاش بی‌امان و با استفاده از همه جنبه‌های قدرت آمریکا پیروز خواهیم شد. زیر رهبری آمریکا جامعه بین المللی تهیه یک روندی را آغاز کرده است که آتش‌بس‌ها و حل سیاسی جنگ سوریه را پیگیری می‌کند. این عمل امکان می‌دهد که مردم سوریه و هر کشور از جمله متفقان ما و کشورهای شبیه روسیه به هدف عمومی محو گروه دولت اسلامی تمرکز کنند. ما نباید بار دیگر به جنگ‌های طولانی در عراق و سوریه وارد شویم. این همان چیزی است که گروه دولت اسلامی می‌خواهد. آنها می‌دانند که در میدان حرب نمی‌توانند ما را ناکام کنند. سلاح به دستان آنها در عراق بر ضد ما جنگیدند. آنها می‌دانند که وقتی ما زمین خارجی اشغال می‌کنیم، آنها آشوب‌های طولانی راه اندازی نموده، هزارها سرباز ما را به قتل می‌رسانند، ذخیره‌ها را کاهش داده، حضور ما را همچون زمینه برای دعوت نیروی تازه استفاده خواهند برد.